بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران، امروز درس ذبح می باشد. ذبح چند تقسیم می شود. ذبح با اصطلاح قربانی هم گفته می شود، یعنی چارواه را اگر ما بکشیم این را ذبح می گویند. ذبح بعضی می شود با قربانی کردن. ذبح و اینچنین می شود برای یک مهمان ذبح کردن یا که برای خوردن گوشت ذبح کردن. ذبح عبادت است. خیلی که نماز و روزه عبادت است، ذبح هم اگر برای خداوند باشد عبادت می باشد. ذبح که عبادت هست باید برای خداوند شود. اگر غیر از خداوند شود این شرک می شود. هر یک ذبحی که غیر خدا کشته می شود، یعنی نام خدا را گرفته می شود، آن شرک می شود. ذبح و قربانی نمودن برای غیر خدا جایز نیست، زیرا الله میگوید فصل لربک وانحر، پس برای پروردگارت نماز بخوان و به او قربانی بکن. سوره کوثر. در این آیت الله سبحانه و تعالی بیان کرده میگوید یعنی شما قربانی را به نام خدا کنید. یعنی فرق بین آن ذبحی که برای خدا کشته می شود و برای غیر خدا کشته می شود این فقط نیت است. نیتی که شما میکنید، مثلا همین چارواه را من خالص برای خداوند شده میکشم، به نام خداوند میکشم، گفت اگر ذبح کنید این حلال است. اما آن چارواه رو که مقصدتون برای یک جین یا فرشته یا یگون اولیا یا یگون دیگر شخص ها به نیتتون باشد، یا برای رئیس یا برای یگون دیگر چیز، این شرک میشه. اینچنین ذبح برای خوردن گوشت یا برای مهمان اگر ذبح میکنید، همین برای مهمان میکردگیرم برای خدا شده، یعنی به نام خدا گفته میکشید. اگر به نام خدا گفته کشید این حلال است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند لعن الله من ذبح لغیر الله، یعنی خداوند لعنت کرده است کسی را که برای غیر خداوند ذبح قربانی میکند. روایت مسلم. یعنی هر یک ذبحی که ما دانیم که آن خواهیم که آن حلال شود باید برای الله باشد، نه برای پیامبران، نه برای فرشتگان، یعنی غیر از خدا به دیگر کسی نیت مقصد نداشته باشیم، فقط برای الله داشته باشیم. این وقت ذبح همان ذبح حلال می شود. اما کسی که یک کس رو مثلا تعظیم کرده برای او میکشد، مقصدش تعظیم دیگر کس است، نه اینکه مقصدش تعظیم الله. در این وقت هم این ذبح لغیر الله میشود، یعنی برای خدا نمیشود. برای خدا که نشد اون شرک میشود، اون رو خوردن حرام است و اینچنین کننده همین کار به شرک داخل میشود، شرک اکبر. در دیگر آیات الله سبحانه و تعالی خبر داده میگوید قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له. بگو ای محمد صلی الله علیه وسلم نماز و ذبح و زنده کردن و مرده کناندن همش برای خداوند پروردگار عالمیان است، پس به او شریک نبیار. یعنی این آیات دلالت به اون میکند که نماز ما، ذبح ما باید برای الله شده باشد. این عبادت بوده است. از این میبرد ما هر یک ذبح میکنیم برای خدا باشد، نه برای دیگر کس.
اما برای مهمان، برای خوردن گوشت شما اگر خواهید ذبح بکنید، در این وقت شما همان ذبحی که برای مهمان میکنید برای نام خدا رو گرفته ذبح میکنید، در این وقت حلال میشد، لغیر الله نمیشد. چه که پیامبر صلی الله علیه و خبر داده میگن در فضیلت مهمان: من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه. کسی که ایمان به خدا داشته باشد و روز قیامت ایمان داشته باشد، مهمانش رو اکرام کند. و اینچنین ذبح کردن در توی ها اجازت است. که پیامبر میگن اولین ولم بشاد که عبدالرحمن ابن عوف خبر داده میگن وقتی که عبدالرحمن ابن عوف وقتی اویل دور شوید داشت، پیامبر صلی الله علیه و سلم به او خبر دادن، گفتند ولیمه بده اگر چی به یک گوسفند باشد. در آخر سخن یک حدیث رو ذکر کرده با خاتمه میرسانیم. در حدیث حسن آمده است با روایت احمد که پیامبر صلی الله علیه و سلم قصه میکنن، میگن دوی مرد برافته ایستاده بوده، یعنی دخل الجنه رجل فی ذباب و دخل النار رجل فی ذباب. در راه برافته ایستاده بودن که به یک جوه میگذشتند. قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوز احد حتى يقرب له شيئا. در راه یک گروه را واخوردن که بت در آن بت، از آن بت هیچ کس نمیگذشت مگر اینکه به او یکون چیز را ذبح کنند، قربانی کنند. این دو نفر را میدارند و میگویند شما یکون چیز را به این بت ما قربانی بکنید. یکی آنها گفتند منند یکون چیز نیست که برای بت تو قربانی کنم. آنها بعد میگویند اگرچه یک پشه باشدم برای این قربانی بکن. بعد این مرد یک پشه رو به نام همون صنم، به نام همون بود قربانی میکنه. بعد به همین کارش برای بود قربانی کردنش، ذبح کردنش به دوزخ میره. و دوی مرد میگن قربانی کن برای این، برای بتمو. این دوی مرد میگوید من غیر از خداوند یگون کسب قربانی نمیکنم، ذبح نمیکنم. بعد او رو هلاک کردن و داخل جنت شد. این بود امروز درس. صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.